سرخط خبرها. گفتگوی هیئت از سکتور خصوصی ازبکستان با والی ننگرهار در مورد افزایش تجارت. نجات 32 تن از سیلاب زدگان توسط نیروهای قوای هوایی کشور در پی جاری شدن سیلاب‌ها در تخار. و 8 کشته و 38 گیر مانده در پی انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ در شمال چین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بینندگان گرامی، به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز شنبه دوم ماه جوزای سال روان هجری خورشیدی است. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. هیئت از سکتور خصوصی ازبکستان با مولا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار در مورد افزایش تجارت گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک تاکید کردند. هیئت ازبکستانی همچنان متحد شده است که در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری کار و همکاری مشترک عملی را با ولایت ننگرهار آغاز کند. نیروهای قوای هوایی وزارت دفاع در پی جاری شدن سیلاب در ولسوالی اشکمش ولایت تخار 32 تن از سیلاب زدگان را توسط هلیکوپتر از مناطق آسیب دیده نجات داده و به مناطق امن منتقل کردند. در جریان عملیات نجات 250 کیلوگرم مواد اولیه و حیاتی نیز به خانواده‌های آسیب دیده توزیع کردند. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایت اعلام کرد که در ماه ثور سال روان منصبین این وزارت به 524 قضیه مرتبط به حقوق شرعی از زنان رسیدگی کردند. به گفته این وزارت در این مدت همچنان 50 مورد دشمنی و 240 منازعه قومی و خانوادگی به گونه مؤثر حل و فصل گردیده و 54 جادوگر بازداشت شدند. و خبر آخرم، رسانه‌های چینی گزارش دادند که در پی انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ در شمال چین دست کم 8 کشته و 38 تن دیگر در زیر زمین گیر ماندند. بر اساس گزارش این رویداد حوالی ساعت 7:30 شب گذشته در معدن زغالسنگ لیوشینو در ولایت شانشی این کشور رخ داده است. در گزارش آمده که در زمان انفجار 247 کارگر در معدن حضور داشتند که از این میان 201 نفر به سلامت بیرون آورده شده و عملیات جستجو و نجات برای کارگران دیگر ادامه دارد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای امروز که تقدیمتان شده. از توجه و همراهی شما جهان سپاس. خدا نگهدار.